سلام بچه‌ها، ویدیو جدید ماینکرافت داریم. امروز در مخفی رو بهتون آموزش بدم. اول میریم یه مپ جدید میسازیم. این سبزه بالا سمت راست رو میزنیم، حالا بالا سمت چپ، حالا هر حالتی که نمیشه جمع کرد وسیلش، ولی حالا که میذاریم. حالا شما خواستید توی این مپ باشه یا مپ صاف کنید، میاید داخل اینجا که عکس گازه، اولین گزینه رو فعال میکنیم و زمین ما صاف میشه. حالا وارد برنامه میشیم. بچه اگه حمایت چه مودهای جدید ماینکرافت هم میذارم واسه تو. اگه لایک های این ویدیو به 10 تا برسه مودهای ماینکرافت واسه تو میذارم. 2 تا مود جدید از ماینکرافت واسه تو میذارم. بله، 2 تا مود جدید بازی ماینکرافت واسه تو میذارم. سابسکرایب هم فراموش نشه، لایک کامنت سابسکرایب. حواستون باشه که لایک ها 10 تا شه من 2 تا مود جدید میذارم. روزی یه دونه ویدیو داریم. حالا میایم داخل این 3 نقطه ایمه رو میزنیم، یه دونه چوب برمیداریم، یه استک. حالا میایم این از 1 2 3 4 میایم چهارمین چیز از بالا، چهارمین از پایین سومی. حالا چی برمیداریم؟ یه دونه تابلو برمیداریم و یه دونه از این تابلوها برمیداریم. حالا میایم یه دونه حالت چارچوب مانند درست میکنیم. حالت چارچوب مانند که درست کردیم، حالا 2 تا اینجا میذاریم، 1 2. حالا یه تابلو اینجا میزنیم که اینطوری. حالا ما از این پشت هیچ دیدی به بیرون نداریم. زامبیا یا مثلا آدمای بازی هم از جلو دیدی به شما ندارن. حالا ما بریم جلو، اینجا که دری نیست ولی میشه رفت داخلش. حالا مثلا میتونی پشتش اتاق مخفی کنی داخل خونت، مثلا حالت اینجا مثلا بشه حالت پذیرایی مانند. اینجا تابلو میزنی اینجا، حالا مثلا تابلو دیگه کی فکر میکنه پشتش مثلا اتاق مخفیه، میری داخلش ولی کسی نمیتونه بیاد دیگه به جز خودت. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراهی کردید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. سابسکرایب که اصلا فراموش، زنگوله کوچیکم فعال کنید که ویدیو جدیدی واسهتون تا گذاشتم سریع بهتون نوتیفیکیشنش بیاد که رادین خط فاصله آر ای واسهتون ویدیو گذاشته. مرسی، خدا حافظ تا ویدیوی بعد.